سلام دوستان، به کانال شبحناک خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم نگاهی بندازیم به موضوع ولایت فقیه و بررسی کنیم که ریشه هاش از کجا اومده. خیلیا میگن که نظریه ولایت فقیه یه ایده جدیده که امام خمینی مطرحش کرده. البته بعضی از علمای قدیمی شیعه هم گهگاهی بهش اشاره هایی داشتن. اما ما اینجا میخوایم از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. همونطور که میدونید بعد از رحلت پیامبر مسلمان‌ها به دو گروه بزرگ تقسیم شدن. دلیلش هم بحث رهبری و حکومت و ولایت بود. گروه اول یعنی شیعیان معتقد بودند که فقط ولایت کسی رو باید قبول کرد که این سه ویژگی رو داشته باشه: 1. عصمت، 2. علم الهی، 3. انتخاب از سوی خدا. و راه رسیدن به چنین فردی هم از طریق وصیت پیامبر و معجزات و کرامات اون فرد بود. اما گروه دوم یعنی اهل سنت باور داشتن که باید ولایت کسی رو قبول کرد که این سه ویژگی رو داشته باشه: 1. عدالت، 2. علم دینی، 3. انتخاب از سوی مردم. و مکانیسم انتخابشون هم اینطوری بود که علما در شورایی به نام شورای حل و عقد جمع میشن و خلیفه رو انتخاب میکنن. حالا بیایید ببینیم نظریه ولایت فقیه چی میگه. طرفداران این نظریه هم معتقدن که باید ولایت کسی رو قبول کرد که این سه ویژگی رو داشته باشه: 1. عدالت، 2. علم دینی، 3. انتخاب از سوی مردم. و مکانیسم انتخابشون هم اینطوریه که فقها در شورایی به نام شورای خبرگان جمع میشن و ولی امر مسلمین رو انتخاب میکنن. اگه دقت کنید میبینید که نظریه ولایت فقیه از نظر تئوریک خیلی شبیه به نظریه اهل سنته، فقط اسامی تغییر کرده. شورای حل و عقد شده شورای خبرگان و خلیفه شده ولی امر مسلمین. پس میتونیم بگیم که ریشه اصلی نظریه ولایت فقیه همون نظریه اهل سنت و اهل سقیفه است و طبیعتاً خدا، پیامبر و اهل بیت مخالف این نظریه بودن و هستن. بنابراین شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه ممکنه دامن اونها رو هم بگیره. در نهایت شاید بشه گفت که همونطور که بنی اسرائیل بعد از غیبت حضرت موسی به خاطر فریب سامری به بت‌پرستی روی آوردن، شیعیان هم بعد از غیبت امامشون به خاطر هنرنمایی امام خمینی به نظریه اهل سنت روی آوردن و در واقع سنی شدن. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه نظری دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.